مصاحبه با آقای دکتر شاپور بختیار در روز سه‌شنبه 16 اسفند 1362 برابر با 6 مارس 1984 در شهر سورن، حومه پاریس، فرانسه. مصاحبه کننده ضیاء صدقی. آقای دکتر بختیار، از اونجایی که شرح حال شما و تحصیلات شما و این مطالب قبلا در جاهای دیگه منتشر شده و در کتاب شما به نام کتاب یک رنگی هم نوشته شده، بنابراین ما دیگه با این مسائل نمی‌پردازیم و من مستقیما میپردازم به سوالی که مربوط به فعالیت‌های شما در حزب ایران هست. میخوام از حضورتون تقاضا بکنم که یک شرح مختصری راجع به تاریخچه تشکیل حزب ایران برای ما بفرمایید. همونطور که عرض کردم من سعی میکنم که یه مسائل رو به طور اختصار بگویم و یک جاهایی که ممکنه تاریک باشه و خواهش ازتون میکنم سوال دقیق تری هم بکنید حاضر هستم جواب بدم، ولی چون زمان کوتاهه خیلی به سرعت باید پیش بریم. مسئله حزب ایران وقتی تشکیل شد من در اروپا بودم، دانشجو بودم، در این صورت در مؤسسین حزب ایران نبودم، ما بین اون افراد نبودم، ولی بعضی ها را می شناختم به علت اینکه چند سال قبل از من تحصیلاتشون را تمام کرده بودند، مثل آقای زیرکزاده مثلا، و یه عده‌ای را هم که در ایران بعداً شناختم از افرادی بودند که اکثراً در فرانسه تحصیل کرده بودند، چون در اون زمان عده بیشتری از ایرانیان به نسبت افرادی که به خارج می آمدن در فرانسه تحصیل می کردن. اصولاً در امریکا عده خیلی محدود. در این صورت افرادی که مؤسس حزب ایران بودند و بنده بعد آشنا شدم، یعنی بعد از بازگشت به ایران من در سال اوایل 46 وارد ایران شدم، یعنی اواخر سال 24 اوایل 25. در اون وقت حزب ایران عبارت بود از مجموعه الیت برگزیدگانی که در اروپا تحصیل کرده بودند یا عده‌ای به علت سمپاتی که با اینها داشتند و افکاری که داشتند دور اونها جمع شده بودند و اشخاص مثل مهندس حسیبی، مثل آقای زیرکزاده، بعداً الله یار صالح منضم شد به اونها که سابقاً وزیر بوده، حتی در آن زمان وزیر کابینه های قبل از شهریور هم بوده، بعد از شهریور، و عده زیادی از افرادی که بعد به قیافه های عجیب و غریب در آمدن، مثل جهانشاه صالح، مثل آقای حسین مکی، مثل افرادی که بکلی با این سنخ فکری که عرض کردم متفاوت بودن. پس بعد از شهریور، بعد از دیکتاتوری رضا شاه و بعد از اینکه آزادی داده شد نسبتاً به ایران بدون تربیت سیاسی صحیح و با وجود اختناق 20 ساله، یک دفعه سوپاپ ها باز شد و افراد دور دو قطب عمده فعالیت را شروع کردند. اون افرادی را که من میشناسم و میگویم سوسیال دموکرات ها، ملی ها بودند، دور حزب ایران بودند و اشخاص رادیکال تر و بعضی هم بسیار بعداً وطن پرست بودند دور حزب توده بودند که به علت آموزش سیاسی دقیق که به اینها داده شده بود و زندانی که سرانشون رفته بودند و نباید انکار کرد حضور بسیار بسیار روشن و پشتیبانی که حضور شوروی در اونجا به اینها میداد، یه عده ایرانی هم که روشن فکر بودند در حزب توده جمع شده بودند. در مقابل این دو حزب که یک باز به اصطلاح یک فوندمان، یک باز سیاسی داشت، افرادی هم مثل علفهای هرزه و خودرو جمع شده بودن و احزاب دیگری درست کرده بودن. من کار به اونها ندارم، دوامی هم نیاوردند، بقایشون هم چی بود؟ حزب عدالت، حزب اراده ملی، حزب غیره و غیره. ولی راجع به حزب ایران میتوانم بگم نماینده طرز فکر یک مردمی بود
که اغلب از بورژوازی کوچک انتلکتوئل و دارای تمایلات ملی بودند، آزادی و استقلال ایران را می‌خواستند، ولی دارای تجربه سیاسی و دارای تشکیلات منظم و مسجل مثل حزب توده نبودند. از این جهت حزب ایران هیچ وقت حزب توده های مردم یعنی مس مردم نشد و کلیته و میهندوستی و دموکراسی معاب بودن اینها میچربید به تشکیلات و به جذب افکار طبقه به اصطلاح فقیر مردم. البته همونطور که میدونید مارکسیسم یه جاذبه عجیبی داره برای اینکه قول و چیزهایی به مردم میده که یا عملی میکنه یا نمیکنه، کار من ندارم، ولی جذابیتش مقدار زیادیش از این میاد که به مردم وعده‌هایی میده و مخصوصا به مردم فقیر و به مردم. ایران هم یه مملکت فقیری بود و در ایران قبل از شهریور آدم غنی جز یک انگشت شمار و خود رضا شاه کسی نبود. پس حزب ایران از این طور مردمی که عرض کردم تبدیل شد. بعد هم شنیدم یه حزبی شبیه به اون بوده که سنجابی هم در اونجا بوده به نام حزب میهن، شنیدم ملحق شد به حزب ایران. در تمام این جریانات بنده حضور نداشتم و در اروپا بودم یا تازه وارد ایران شده بودم و میخواستم ببینم حزبی که نزدیک باشه به افکار و عقاید خود من کدام حزبه و به او روی بیاورم. بعد از 2 مأموریت، یکی در اصفهان و یکی در خوزستان انجام دادم که تمامش سعی کردم حکومت قانون باشه، سعی کردم که به اصطلاح حکومت نظامی نسبت به کارگرها روش تا اون جایی که میسر معتدل داشته باشه، چه در خوزستان و چه در اصفهان. اول به این نتیجه رسیدم که ما عادت به حرمت، به احترام به قانون نداریم و یا زور میگوییم یا زور میشنویم. این را من خواستم از نزدیک به کارگران اصفهانی و خوزستانی تلقین بکنم که صلاح ما در دراز مدت این است که حکومت قانون را قبول بکنیم و الا امروز شما زورتون زیادتر، فردا زور من زیادتر میشه. در تمام این جریانات عرض میکنم من وارد حزب ایران نبودم. من در سال 1328 وارد حزب ایران شدم. دلیل این هم آشنایی بود که بعضی از این دوستان داشتم و حرمتی بود که برای درستی و تقوای اونها قائل بودم. وقتی من در 1328 وارد شده بودم، اون جریان غم‌انگیز ائتلاف با حزب توده شده بود و بعد انحرافی هم پیدا، یعنی جدایی هم بعد از چند مدت بسیار کوتاهی پیش آمده بود و دیگر حزب ایران با حزب توده ارتباطی نداشت. بعد نیست که یادآور بشم که این ائتلاف را به تحریک آقای فریور که بعد هم سفیر آقای خمینی شد در برن و حالا در جنوب فرانسه جایی سرگردانه، به تحریک ایشان و با استفاده از ضعف مستمر آقای سنجابی و بی اطلاعی آقای الله یار صالح، چون اینها 3 نفر امضا کنندگان بودند و کارگردانان این بودند، این یک لطمه بزرگی زد به حزب ایران که هنوز من وارد نشده بودم. از نظر این که مارک ملی گراییش را خیلی تضعیف کرد، گویی که این آقایون گردانندگان باید بگم روی هوا و هوس شخصی بیشتر بود و وعده ها و وعیدهایی که به هم میدادن برای انتخابات بعدی بود، ولی اصولا میگویند یک عمل تاکتیکی بود، ولی تاکتیکی یا ایدئولوژیکی هرچه بود لطمه زد به حزب ایران
که دارای یک مارک ملی بود. بعد آقایون من جمله آقای صالح اونطور که به من گفتند دوستان آمد و گریه کرد و گفت مرا تنبیه بکنید و آقای سنجابی هم یه مدتی کنار رفت. آقای فریبر هم دیگه از اون روز به بعد وارد حزب ایران نبود، وارد جبهه ملی نبود. گاه و بیگاه با توده ها لاس میزد، گاه و بیگاه هم همونطور که دیدیم با امینی لاس میزد که وزیرش شد در کابینه امینی. و پس حزب ایران وقتی من آمده بودم در حال افول بود و هیچ چیزی وعده به کسی نمیدادن در اونجا و نخواستم از این کشتی دیلوکس که روی اقیانوس متلاطم ایران میره استفاده بکنم. سعی کردم که برگردونم ایران به اون حالت سوسیال دموکراسی که داشت و یک تحرکی بهش بدم بدون اینکه هیچ ادعایی بکنم که ما از نظر ورزیدگی در تشکیلات خیلی ضعیف هستیم. پس در سال 28 من وارد حزب ایران شدم و بعد از مدتی در حدود 6 ماه رئیس سازمان جوانان شدم و در سال 29 که زمزمه ملی کردن صنعت نفت همه جا بلند بود، حزب ایران ستون فقرات فعالیت هایی بود به وسیله آقای حسیبی که در هر صورت اگر خیلی معایب هم از نظر شم سیاسی و امکاناتی که فکر کنید داره، از نظر خدمتی که کرد در اون وقت. پس این وضعیتی که حضورتون عرض میکنم ادامه داشت تا اینکه ملی کردن صنعت نفت و اون صورتی که اطلاع دارید و جریان امر را خیلی ها لابد گفتن در جاهای دیگه هم مدارکی هست، من ازش به سرعت میگذارم. خدماتی کردن یه عده‌ای در ابتدا، ولی خود دکتر مصدق بود و خود او بود به نظر من که میتوانست گالوانیزه بکنه و جمع بکنه مجموع نیروهای ملی را در این حیث و بیس. یعنی از سال 1327 تا 1329 و 30 یه عده‌ای از افراد حزب توده انشعاب کرده بودند از حزب توده، من جمله آقای خلیل ملکی، آقای مهندس زنجانی، قندهاریان و یه عده‌ای اسامیشون بعضیشون شخصا میشناسم من از نزدیک و دور، بعضیشون اسمشون فقط شنیدم، مهندس زاوش و غیره. اینها هم پیوستند به نهضت مصدق، اینها هم پیوستند به تز ملی شدن صنعت نفت و صمیمانه کوشیدند. در اون وقت متاسفانه آقای خلیل ملکی که بیپناه شده بود و مورد تهاجم مستمر مسکو بود، نزدیک شد به یک مردی که بعد خودشو اونچنان که هست معرفی کرد، آقای بقایی. و متاسفانه باز بگم آقای خلیل ملکی که خیلی آدم وطن دوستی بود مسلماً یک آدم بود که دلش میخواست خدمت بکنه به مملکت، قلق و رفتار و برخورد و انتخابش اغلب بسیار تلخ و خسته کننده بود. بر طبق این که از حزب توده که آمد، بعد با بقایی، بعد از بقایی جدا شد، بعد با خنجی حجازی، بعد از اونها جدا شد، مستمرن این آدم مثل که شانس هم نداشت که در هیچ وقتی به یک جایی برسه، به یک حتی زمان مصدق این آدم خیلی هم زحمت میکشید، ولی مصدق این مشکل بود براش که این آدم را به عنوان یه آدم ملی قبول کنه، در صورتی که اشتباه بود. من میگم اینا در این حال اینها جزء تاریخ مملکته، ولی میفهمم که مصدق چرا نمیتوانست با ایشون، چنون که خود بنده بهتون خواهم گفت خود من مانع آمدن ایشون به جبهه ملی اول شدم. خود بنده شدم. بله. عرض کنم افرادی هستند قربان که در جریانات سیاسی اصول و فروع و تکتیک و استراتژی و همه چیز را داخل میکنن
و برای خاطر قوم خویشی، دوستی، آشنایی، سوابق، روابط و اینها با تصمیماتی میگیرند و خلاصه اغلبم به منظور این است که نه یک ایدئالی پیش رفت بکنه، برای اینکه یه اجتماعی را دور خودشون جمع کنند. خلاصه تز یار بگیری است. و در تمام مدت من از این آقای سنجابی جز این هیچ خاصیتی ندیدم. یک آدمی است با یه شرم فوق‌العاده در یه سالن، ولی وقتی که باید در یک بزنگاهی نه بگه که به پیشوری بایستی بگه نه نگفت، نه به مصدق که به طب همه ما بله گفتیم او هم جز بود. و بعد هم آقای سنجابی کسی بود که بیش از هر کس از اینهایی که در دور مصدق بودن بدون اینکه وارد یک چیز بالایی بشه استفاده هایی از دستگاه دولتی میکرد و تا 1 ماه قبل از اینکه خمینی بیاد یا 2 ماه قبل از اینکه خمینی بیاد ضمن حقوق و مزایایی که میگرفت به عنوان وزیر سابق مصدق دارای یک اتاقی چیدم پهلوی آقای وزیر آموزش و پرورش بود، کاظمی و یکی دیگه قبل از او بعد از اون نمیدونم هر کدوم اهمیت بر من نداره بود و حقوق کافی میگرفت و همیشه هم شاه نسبت بهش سمپاتی داشت. یعنی حسابش هم درست بود. این آدم ضعیفیه پس میشه ازش تسلیمش کرد. آمد اینا بعد از مصدق که حالا باید عرض بکنم بنده بهشون گفتیم نه اجازه بفرمایید من یه مقدار سوال دارم. بفرمایید. شما از من خواستی که مشخص‌تر شروع کنم. من دوست دارم که شما یه مقداری صحبت بفرمایید راجع به زمانی که شما در اصفهان بودید. اینا آیا شما عرض کنم نظر شما درباره این رهبران اتحادیه‌های کارگری که در اون زمان در اصفهان بودن مثل آقای تقی فداکار، امیر کیوان و شمس صدری چی؟ اینها هر سه آدم بکلی بی سواد و دور از مسائل سندیکا و اتحادیه بودند. نهایت اینه که بعضی ها طرف دست راست و کار سرمایه داری و چیز را می گرفتند مثل شمس صدری و مثل همون امیر کیوان میلیاردر الان در انگلستان امریکاست کجاست و یه عده‌ای وابسته شده بودن به حزب توده بدون اینکه بدانند حزب توده کجا میخواد بره و تا چه حدی داره، که دانش سیاسی به حد کافی نداشتن. مثلا امکان نداشت که شما بتوانید بنشینید 1 ثانیه با آقای تقی فداکار راجع به مارکسیسم یا اصالت ماده یا نمیدونم لپیولیو قیمت اضافه شده و هر چیز در امور یه همچین مسائلی خلاصه دکترینال یا تاریخ یا یه مسائلی که حد اقل رهبر سندیکایی است که آدم باید بدانه مطلقا هیچ کدام از این 3 نفر نداشتن. منتها یکیشون تسلیم بود به دست، 2 تاشون تسلیم به دست راستی بودن که شمس صدری و آقای چیز بود که امیر کیوان بود که هر 2 تا رو من بیرون کرده بودن توده یا برگرداندم به کارخانه به عنوان یک کارگر، چون قانون باید اجرا بشه و قانون جنگل نباید اجرا بشه و توده ها رو مانع شدم از اینکه بیرون کنن به عنوان کارگر. اگر افتخاری باشه این است که من سعی کردم که در درون کارگاه ها نه داس و چکش ببینم نه زنده باد جاوید بادشاه ببینم و محیط کار سالم، آرام و دموکراتیک باشه. این آقایون این خاصیت ها رو که عرض کردم داشتن، هیچ کدام در سطحی که شما تصورش بکنید برای امور کارگری و سندیکایی نبودن. عرض کنم خدمتون به نظر شما روابط شرکت نفت با کارگران ایرانی چگونه بود در اون زمان؟ شرکت نفت عملاً هر کار در ایران میخواست میکرد. اگر میخواست حساب عقل دی خودشو باشی بکنی تصمیم میگرفت میکرد. البته همونطوری که شرکت نفت در جنوب ایران و در تمام ایران نفوذ داشت و اغلب رجال ما
مجبور بودند اگر میخواستند دم گاوی دستشون باشه با شرکت نفت، یعنی نماینده امپراتوری انگلیس، همکاری بکنند، اکثرا به طور خیلی زیاد به درجات مختلف البته. ولی قطعی است که در حضور قشون شوروی و قائله آذربایجان و این مسائل هم کمک بی اندازه و قوت قلبی میداد به حزب توده و شورای متحده که تابع او بود. در خوزستان وقتی که من با موفقیت به دلایلی که دیگران باید بگن نه خودم بگم از اصفهان در اصفهان بودم، روزی به من یه تلگرافی مخابره شد که به تهران بیایم. وقتی که رفتم وزیر و معاون وقت که دوست خود من آقا بود، آقای حبیب نفیسی، به بنده گفتن که ما رفتیم به خوزستان. کارگران خوزستان پس از سرکوبی شورای متحده که سال گذشته شده بود زمان قوام سلطنه، راه به ما توی کارگاه های شرکت نفت ندادند و چون شما اینجا یک وجهه‌ای دارید و یک دموکراسی را سعی میکنید که پیاده بکنید و توجهتون جلب میکنم که همین افور و همین زحمت و همین چیز مستمر که 40 سال عمر مرا صرف شده، یعنی برقراری حکومت قانون، به هر قدر مشکل باشه، هر قدر طولانی باشه و هر قدر ناقص باشه. حتی نمیشه ما بتوانیم ادعا بکنیم که ما 5مین قدرت جهانی هستیم و دموکراسی ما به سوئد 5 سال دیگه میرسه یا 50 سال دیگه میرسه. اینها به نظر من اباطیله، ولی اون چی که هست باید یه روزی شروع کرد و من از همون اصفهان شروع کردم و بعد در نخست وزیری 25 سال 30 سال بعد همون را باز خواستم پیاده کنم و حالا خدمت جناب عالی به همون چیزا معتقدم. پس در این جریان شرکت نفت بنده را خواستن، گفتن که شما منتقل بشید برید به خوزستان و ببینید چطور میتونید آرامش بدید با اونجا. بنده رفتم به خوزستان. وقتی که رفتم و مسائل از نزدیک دیدم اصلا صحبت ایران اینجا نیست. شرکت نفت مطلق العنانه. باز فلان حاج آقای اصفهانی یا میدونم فلان کارخانه داره قزوین یا چیزی میشه گفت که ساکت باش اینجا دولت یا حکومتی، ولی اونجا اصلا آبادان ساخته شده بود برای شرکت نفت. اگر شرکت نفتی نبود آبادانی نبود و شرکت نفت هم خب تمام منابع ثروت ایران رو میبرد و یه چیزی هم به ایران میداد البته. و برای اینکه قیمت دستمزدها خیلی پایین بود، البته شرکت حزب توده شورای متحده در اونجا زحماتی کشیدند، ولی برای بالا بردن سطح چیز زندگی کارگران نبود، برای داشتن یک پایگاهی از طرف اون قدرت بزرگی که پشت سرشون بود. نمیگم در تمام این مراحل و چیز خدمت نشد، غیر ممکنه، ولی در اصل ایده خدمت به یک سندیکای موفق ایرانی نبود، مسئله جای دیگه بود. وقتی من رفتم و این جریان را دیدم برگشتم به تهران و گفتم من نمیرم، یا اگر که برم یه شرایطی دارم که اون شرایط را باید یا قبول بکنن یا من قبول نکنم. این طولانی است که به شما بگم شرایط و چیزهای من چه بود، ولی اون چه که بود این که شرکت نفت حق نداشته باشه کارگرها خودش اخراج بکنه، بایستی رسیدگی بشه و اداره کار بایستی نظر بده، بایستی که نمایندگان کارگر حق اخراجشون در هیچ صورت نداشته باشن مگه جرم عادی، جرم دزدی، نمیدونم کلاهبرداری، چک بی محل، از این حرفا و مسائل کوچکتر دیگر و لوله کشی آب، نمیدونم دادن چی به اون حسیرآباد و امکانات ساختمان بیشتر. تمام اینها را سعی کردیم آرام آرام و همون وقتی که وزیر بنده و معاون وزارتخانه در فروردین 26 نتوانستند وارد پالشگاه آبادان بشوند، وقتی 2 سال و 4 ماه بعد یعنی در مهر ماه سال
1328 من خواستم، یعنی مرا مجبور کردن که از آبادان باید برم بیرون، 6000 نفر کارگر دنبال من بودن تا فرودگاه و پالشگاه نفت تعطیل بود برای اولین دفعه بدون تحریک یک خارجی که چه انگلیسی باشه چه روسی باشه. آمدم من به تهران. اگر راجع به این دو قسمت با سوالی دارید بفرمایید تا بعد میرسیم به ملی شدن. من می‌خواستم از حضورتون تقاضا کنم که یه مقداری توضیح بفرمایید درباره اصراری که شما داشتید در اون زمان که اتحادیه کارگری یه اتحادیه صنفی باقی بمونه و جنبه سیاسی به خودش نگیره. من همیشه معتقد بودم، حال هم هستم، هر کس در یک اتحادیه کارگری در کادر بالا باشه، در اون دارم یا کارگرای هستن که از یه مهندس بیشتر حقوق میگیرن و سطح زندگیشون بهتره، اینها میتوانند دارای احزاب مختلف باشند، اینها میتوانند کاتولیک باشند مثلا یا پروتستان باشند، مسلمان باشند یا اگنوستیک باشند. من معتقد به این هستم که صنفی بودن اتحادیه به مصرفه این میرسه که سطح زندگی کارگر را مرفه بکنه و برای این فلسفه حیاتی سندیکاست. ولی همین عضو سندیکا وقتی انتخابات مجلس میشه، انتخابات شورا میشه یا رئیس جمهور میشه، آزاد به هر کس، به هر حزب، به هر گروهی میخواد رأی بده. این مسئله در پیش من، البته که این عملا هیچ وقت کارگران نمیان به یک حزب دست راستی فاشیستی رأی بدن، بعید به نظر میرسه، ولی اگر بودن، اگر دادن، اونم محترمه به نظر من. این اصرار بنده روی کار اصفهان و خوزستان و فرانسه و جای دیگه نیست. اصلا تاریخ پیدایش سندیکاها برای رفاه کارگران بوده و از این جهت بنده نمیخواستم که آلودگی سیاسی دست راستی یا دست چپی شدید پیدا کنه. دکتر بختیار، شما در زمان دولت دکتر مصدق که تصدی معاونت وزارت کار را داشتید، میخوام از حضورتون تقاضا کنم که یه مقداری توضیح بفرمایید راجع به روابط دولت و با کارگران در اون زمان و همچنین امور کارگری در زمان دولت دکتر مصدق. باید حضورتون عرض بکنم که دکتر مصدق با تمام احترام که نه شخص من، افرادی مثل نهرو نسبت به او داشتن، مثل عبدالناصر نسبت به او داشتن، مثل یک مردی نبود که اونطور که شماها خیال میکنید وارد به مسائل دنیای امروزه باشه. مصدق پس از این که دوره چهارم که وکیل مجلس بود، یعنی در حدود 1356 خانه نشین شد تا رفتن رضا شاه، مثل این که بکلی از این تحول دنیا و مسائل دنیا ما بین دو جنگ بکلی کنار بود و مسائل کارگری را یا مسائل حتی سوسیولوژی و حزبی و اینها را توجه نداشت. دکتر مصدق هیچگاه نخواست و شاید نمیتوانست که یک مربی سیاسی برای ملت ایران به صورت یک آدم تشکیلاتی و حزبی باشه. مصدق تسلط به نیروی احساساتی ملت ایران روی سوابقی که داشت و روی حرفای حسابی که در شرایط مشکل زده بود همیشه داشت. این احترام را ملت داشت نسبت به او و او هم غلبه بر احساسات ملت همیشه داشت. منتها هیچ وقت این قدرت بالقوه را تبدیل بالفعل نکرد. نه خودش زیاد علاقه‌مند بود و نه شاید مرد این کار بود و نه شاید اونهایی که در صف اول بودند به دلایل بسیار مختلف که اغلب هم افراد بسیار بسیار بعد از آب در آمدن، مثل بقایی، مثل مکی، مثل اغلب این سید کاشی، مثل اینها هم هیچ کدام
درک این مسائل رو نمی کردن و روی فقط شهرت شخصی و خودخواهی که ما نزدیکتریم به مصدق، یه قدم از فلان کسا یک درجه نزدیکتر، اگر فلان کنفرانس آقای مصدق میرفت و آقای مکی رو نمیبرد سر فحشو میکشید، چنان که این کار را کرد دیگه با مصدق. ما میتوانید از دیگران هم این رو بپرسید. این بود که مصدق اصولا به مسائل کارگری هم به اون معنایی که جناب عالی سوال میکنید توجه نداشت. البته از فقر کارگر ناراحت میشد، شلاق زدن نبود، بیرون کردن بی خود نبود اینا. ولی در همین برهه و در همین زمان حزب توده نهایت ناجوانمردی، نهایت پست فطرتی، بگذارید این لغت را من بگم که ضبط بشه، کرد برای اینکه دستور داشت که با مصدق مخالفت بکنه. و پس از سقوط مصدق بلایی که به سر این بدبختا آمد، این کارگران توده‌ای یا اون پیشتازان دموکراتیک خلق متحرکه از این مزخرفاتی که حالا گاهی می‌بینیم میگویند در ایران، بدون بعد از آبروریزی آذربایجان و بعد از ملی شدن نفت فقط باقی بود همین آقای خمینی بود که باز هم حزب توده خودش نشون بده به این که چه ماهیتی داره و چه ارزشی داره از نظر یک ملت. مصدق توجه نداشت و نمیتوانم بنده بهتون عرض کنم که در زمان مصدق تشکیلات کارگری از نظر صنفی و غیره پیشرفت کرد و نمیتوانم به جناب عالی بگم که تشکیلات حزبی و سیاسی هم یک پیشرفت عجیبی داشت. اولا دوران کوتاه و مصدق این کار را میتوانست در 1320 شروع کنه که در 1330 آمادگی باشه. البته مشکلات یکی و دوتا هم نبود، مخالفت‌های مستمر دربار بود، سیاست و استیل قدیمی قوام السلطنه ها بود در قضایا و مصدق وقتی که رسید اونجا خودشو محدود کرد به ملی کردن صنعت نفت و قانون انتخابات. گفت کار دیگه من نمی‌کنم. خب برنامه دولت که این بود دیگه انتظار دیگری هم نمیشد ازش داشت. ولی همین ملی شدن صنعت نفت که بسیار موفقیت آمیز بود در قسمت‌های اولش مخصوصاً، مصدق اگر به نظر من یک نیروی متشکلی می داشت، نه فقط احساسات مردم، با تمام تزویر و حیله انگلستان، با تمام کارشکنی هایی که اونها می کردن و از طرف عناصر مرتجع داخلی ایرانی مستمرن اینها تقویت می شدند، با وجود رعبی که شاه محمد رضا شاه از انگلیس ها داشت روی تجربه پدرش، با وجود این اگر مصدق این قدرت ملی را از بالقوه بودن بالفعل در آورده بود و یک حزبی مثل حزب کنگره پشت سرش بود، حیله 28 مرداد هم به جایی نمیرسید. این درسی است که من به جوانان بعد خواهم داد و سعی کرده بودم که این کار را بکنم بدون اینکه شخصا دیگر به هیچ عنوانی داعیه رهبری یک حزب من داشته باشم. از اون مرحله دیگه من گذشتم. نه سن من اجازه میده، نه سوابقم که من از نو برم دبیر یه حزبی بشم و بیام از نو بالای چیزی بسازم. من به ایدئال‌های کلی مصدق و جبهه ملی و حزب ایران وفادار موندم و بودم و خواهم بود. آقای دکتر بختیار، به شما انتقاد میکنن که شما در جریان اعتصاب کارگران کوروپسخانه که در اواخر حکومت مصدق اتفاق افتاد، اون امتیازاتی رو که به کارگران بعدها داده شد، به جای اینکه به نمایندگان کارگران نیروهای ملی بدید، این رو به نمایندگان اتحادیه‌های حزب توده دادید که باعث شد که حزب توده بتونه اونچنان نیرویی رو بسیج بکنه و به میدان بیاره در میتینگ سالروز 3 تیر 1330 رو. پاسخ شما بینید. عرض کنم به حضورتون که من گمان میکنم که با دو توضیحی که یکیش دادم میشم الان میدم موضوع روشن میشه براتون.
این خیلی ساده است که بگن شما امتیازات رو به اون گروه دادید به این گروه ندادید. من امتیازات رو یا به کارگرها میدادم یا به کارگرها نمیدادم، یا صلاح بود بدم یا ندم. دیگه نمی آمدم دیسکریمیناسیونی بکنم، تبعیضی قائل بشم که این کارگر چنین. البته آقای بقایی از من تقاضاهای غیر مشروع خیلی داشت و این تقاضاها عبارت بود از این که یه مشت چاقوکش حرفه‌ای داشت که اینها را نمایندگان کارخانه میخواد تحمیل بکنه. من زیر این بار نمی رفتم و در مقابل چنین مسئله‌ای، چنین برداشتی که او داشت، میگفتم که هر کس از صندوق انتخابات شورای کارگاه در آمد اون نماینده است. حالا اگر از حزب توده باشه معذرت میخوام، اون موقع که آقای دکتر بقایی جزو رهبران ملی نبودن، حسابشون رو جدا کرده بودن. منظور من نمایندگان حزب زحمتکشان ملتی ایران نیروی سوم بود که اومده بودن خدمت. اگر اونها آمده بودن و گفته بودن به ما این از امتیازات رو بدید، این چه معنا داشت؟ اگر برای کارگر اگر آمده باشن و گفته باشن، هم چیزی که میدونید این دیگه یه چیزی که به مغز آدم نمیمونه بعد از 40 سال تقریبا 35 سال، اگر آمده باشن و گفته باشن که آقا شما این امتیازات را بدید، چگونه من این امتیازات را به نمایندگان حزب کارگر به نمایندگان حزب توده میدادم و به اونها نمیدادم، با علم و اطلاعی که حزب توده با خود من به شدت مخالفه، با حکومت دکتر مصدق مبارزه میکنه و میدونه سرنخشون هم کجا هستن. یه همچنین چیزی به نظر من با اون حرفی که قبلا زدم، یعنی بایستی که برای من مسئله‌ای که عقیده سیاسی این کارگر چیست مطرح نیست. برای من اصالت هر چیز، من جمله اصالت سندیکا، تمام درد ملت ایران در تمام این 35 سالی بودی که فرد اصیل را از فرد، ببخشید لغت را بگم، جلب نمیخوایم ما تشخیص بدیم. حزب اصیل، حزب غیر اصیل، مرد اصیل، غیر اصیل نمیخوایم قبول کنیم. از این جهت من سعی کردم که به نفع کارگران قدم بردارم. حالا لیدر تقی فداکار باشه، لیدر آقای ایکس باشه، از نیروی سوم باشه، از دار دسته آقای خلیل ملکی باشه یا دار دسته آقای بقایی باشه، فرق نمی‌کرد برای من. یه اصولی باید مراعات بشه که اون اصول اگه مراعات نمی‌شد من نمیگفتم. عیب بزرگی زندگی من بلدم نبگم و بیستم روی حرفم و الان هم در اینجا خدمتتون هستم روی همون مقداریش. به عقیده شما چرا نهضت ملی ایران به رهبری دولت دکتر مصدق شکست خورد؟ بنده این قسمتش را عرض کردم به علت این که این قدرتی که نهضت ملی ایران داشت و کم هم نبود، باید بگم این نهضت ارگانیزه نبود و وقتی که ارگانیزه نبود مثل یک چریکی بود، مثل یک سپاه بی انضباطی بود. ما واحدها، سلولها، قسمتها، سکتورهای مرتب نداشتیم و دکتر مصدق هم به هیچ عنوانی وقتی نخست وزیر شد نمیخواست بگه جبهه ملی هم. وقتی جبهه ملی یک لیستی داد برای انتخابات تهران، دکتر مصدق گفت اگه اسم من رو گذاشتید که به پیروی از رهبر و اینها، من تکذیب خواهم کرد. من مبرا از این چیزا هستم، جدا هستم از این چیزا. یه مبارزه من میکنم برای استقلال ایران و همونجا تمام میشه. ببینید برنامه مصدق کاملا روشن بود. اون میخواست که این یوغ انگلستان و شرکت نفت رو از گردن ایرانی ها در بیاره و تا قسمت اولی که امریکاییان نساخته بودند با انگلیس ها، که این دیگه حدیثی است که بر هر سر بازاری هست، موفق بود. نمیتوانست مصدق از نظر اینجا دیگه بین المللی حرف میکنم با انگلستان، با امریکا و با روسا با هم بجنگه و اینجا رسیده بود کار. و این سه گروه و این سه نیرو در داخل ایران افرادی داشتن بسیار متنفس، دربار را داشتن، آیت الله ها را داشتن، صاحبان صنعت و دزدان مسلم ملت ایران را داشتن. یکیشون از انگلستان، یکیشون از شوروی و یواش یواش یه جغل فکولیایی هم از امریکا آمده بودن، شروع کرده بودن که اونها هم یک روش خاصی داشتن که اون روش خاص بعد وقتی دیدن که
امریکا و انگلیس توافق کردند برای کوبیدن دکتر مصدق و طرح آقای روزولت که ساتچیکوف بخشید اون چیکوف کرمیت روزولت که اون ملعون چیزه، اون یکیشون نخه اون که رئیس چیز ژاندارمری ایران هم مشاور ژاندارمری ایران هم بود یه وقتی، شوارچکوف و غیره و اشرف و غیره دیگه تصدیق می‌فرمایید که نمیشد. حالا پس از طرف داخل نیروها متشکل و منضبط نبود، از طرف خارج این بود. از طرف بین المللی هم دلایل زیادی بود، هم استالین مرده بود و هم خروشچف نیامده بود. ما مصادف بودیم با بدترین وضع بین المللی در سال 1332 و توطئه ها پشت توطئه ها هر روز می آمد و دکتر مصدق از همین بازاری های ملعون که آقای خمینی را هم چیز کردن، همین بازاری ها بلاهای سر مصدق آخریا در می آوردن اصلا قابل فهم دیگه نبود. یعنی خلاصه به جناب عالی عرض کنم، مصدق نشان داد که یک ملتی می توانه نه بگه و رد کنه، نتوانست ثابت بکنه و وقت ایران نداشت و نیرو ایران نداشت و واقعا هم باید بگم علاقه ایران نداشت که به تشکیلات حزبی و سندیکایی اینا توجه بکنه. به نظر شما شرایطی که موجب شکست نهضت ملی ایران شد اجتناب پذیر بود؟ میدونید هر وقت یه حادثه‌ای رخ بده، از جنگ واترلو گرفته تا چیز استالینوگراد، یه با یه اگر و یه اما میشه. اگر که کروشی آمده بود جای بلوخر در جنگ واترلو، بله ناپلئون اونجا شکست نمی‌خورد، ولی با اون جو بین المللی اگر 28 مردادم مصدق استقامت میکرد، اینها میرفتن پی یک الگوی دیگر و یک راه دیگری. عرض کردم اینها عناصر و عوامل داخلیشون مزاحم بود، وشون ما میدونستیم نمیکشن برا مصدق، ولی کرم از خود درخت بود. حالا اگر 20 روز 19 جناب عالی، روز 9 اسفند یادتون باشه که من از ابتدا تا انتها بودم، اگر اون روز یادتون باشه متوجه میشید که چه دسیسه هایی این سید کاشی و اون آیت الله بهبهانی و آخوندها مثلا در آوردن. از اون طرفم تیم سارکی، از اون طرفم اون حاجی نمیدونم چی، آقای نیکپور، آقای کی و آقای کی در بازار. مصدق چقدر میتوانست، میگه چون نیک نظر کرد پر خویش درودید، گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست. خودمون به دست خودمون این بلاها رو سر خودمون میاریم و البته به دلیل نداشتن فرهنگ سیاسی است، به دلیل نداشتن تجربه سیاسی و باز برمیگردم حرمت به قانون. آیا در نهضت مقاومت ملی که پس از کودتای 28 مرداد به وجود آمد شما شرکت و فعالیت کردید؟ بنده گمون میکنم که با مهندس بازرگان و مرحوم آیت الله زنجانی که فوت کرده 3 نفر اول بودیم. من نه صحبتی از آقای سنجابی اونجا دیدم که گویا مخفی بود در اون وقتها، نه به طریق اولا از دکتر آذر دیدم که اصولا فعالیت‌های سیاسیشون بسیار محدود بود. خیلی در تمام مدت شاید واقعا یک دفعه به زندان آمد با ما، یک مرتبه من یادمه، و هیچ وقت یک مردی که بیاد در یک صحنه‌ای و واقعا فعالیت سیاسی را چیز بکنه، به علت شاید هم پزشک بود و رئیس بیمارستان بود و گرفتاری‌های دیگری داشته، توجه زیادی به مسائل نداشت. ولی خب ایشون چون وزیر مصدق بود رای داشت به این چیزا. ولی به راجع به نهضت مقاومت ملی دکتر آقای بازرگان به من تلفن کرد که من میام در منزل شما و میرویم خیابان فرهنگ با هم دیگه یه پرتقال پارتی داریم، این عبارتی که گفتم تشریف بیارید، بنده هم حاضرم. ایشون هم با یه تاکسی آمد در منزل من و با هم سوار شدیم و رفتیم خیابان فرهنگ. در یک کوچه‌ای اواسط خیابان فرهنگ که یک طرف هم بود یادمه، رفتیم منزل و گفت اینجا منزل آیت الله زنجانی. گفتم من یه دفعه ایشون رو دیدم در اتاق دکتر مصدق. گفت همونه و پایه نهضت مقاومت ملی در اونجا ریخته شد. چرا نهضت مقاومت ملی نتونست به کار خودش رو در مورد آقای بزنه؟ خیلی ساده است. حکومت نظامی کودتای 28 مرداد
حبس روی حبس، پشت سر هم. بنده در بهمن زندانی شدم، بعد آمدم بعد از 2 ماه بیرون، 2 ماه طبیب، بعد رفتم دوباره زندان، بعد 2 سال زندانی شدم. حالا دیگران رو نمیگم، البته آقای بازرگان برای جریاناتی که قدری جنبه طالقانی و آخوندی و اینها داشت بیشتر زندان بود، ولی اغلب ماها در ما بین سال 32 تا 44 گاهی زندان بودیم گاهی نبودیم و در هر حال سازمان امنیت وظیفه داشت و اینجا یه مسئله بزرگ تاریخی است که بنده به جناب عالی میخوام عرض کنم. وظیفه داشت که نگذاره یک نیروی اصیل ملی که وابسته نباشه پا بگیره. محمد رضا شاه چون مرده بنده جز به این صورت نمیتونم بگم متاسفانه حتی یک حزب که طرفدار سلطنت مشروطه باشه قبول نمی کرد مگر اینکه خودش در اون کار دخالت داشته باشه، مگر اینکه اعضا رو سازمان امنیت تعیین کرده باشه، مگر اینکه و غیره و غیره و غیره. این بود که نهضت مقاومت ملی به هیچ عنوانی هر وقت یک جلسه ما داشتیم می آمدن تذکر می دادند و بعدم خب یه دوتا رو می گرفتن و پیدا بودن کیا بیشتر سرشون درد میکنه برای این چیزا و ما در تحت فشار یک رژیم به تمام معنا دیکتاتوری فاشیستی بودیم. هیچ تردیدی نیست. من میگم فاشیست خیلی نکنید کمونیست بهتر از اونه، نه نمیخوام بگم، ولی در هر صورت توتالیتر به تمام معنا، توتالیتر منهای ایدئولوژی. چون چه کمونیست شما باشید چه فاشیست یه ایدئولوژی دارید، ولی ما توتالیتر بودیم ولی این خاصیت هم نداشتیم. حزب هر دنبیل باری به هر جهت، میلیون مردم بزرگ، مردم کوچک می‌ذارن، بعد ایران نوین، بعد چه تمام این مسخره بازی ها. آقای دکتر بختیار، من اطمینان دارم که شما در اون مدتی که در وزارت کار بودی یک مقدار اصلاحاتی در اونجا انجام دادید. وقتی که شما بعد از کودتای 28 مرداد وزارت کار رو ترک کردید، وزارت کار به طور کلی در چه شرایطی بود؟ عرض کنم به حضورتون که اصلاحاتی که من در وزارت کار کردم نمیشه گفت که اصلاحات عظیم و عجیبی بوده باشه. ما در این حال که همه همکار و افتخار همکاری با مرحوم دکتر مصدق را داشتیم، سعی میکردیم که شکست نخوریم در مبارزه اصلی که داشتیم. به فکر این که وقتی قوای ضد ایرانی باید بگم تجهیز شده بودن از خارج و داخل برای براندازی مصدق، گفتیم وقتی که مأیوس شدن ما میتوانیم اون وقت به اصلاحات داخلی بپردازیم که یکیش هم اصلاح وزارت کار بود. ولی در همان مدت روحیه‌ای که من داشتم در اونجا که همیشه همون بوده در مأموریت‌های خارج از مرکز و در وقتی که معاون و کفیل وزارت کار بودم، در اونجا دست عده اشخاص دزد را بریدم. روز اول اینها را بیرون کردم و هیچ وقت نگذاشتم تا حدودی که توانستم انتخاباتی که میشه برخلاف میل رای دهندگان باشه یا صندوق عوض کنن یا از این حرکات بکنن. وقتی که من از وزارت کار رفتم، البته بایدم به شما بگم به در چه شرایطی رفتم، خیلی ترتمیز بود، ولی همونطور که عرض کردم کار عظیمی نشده بود. روحیه 28 مرداد و روی کار آوردن یه حکومتی مثل اون حکومت در اون شرایط برای این بود که بگن هر چی که مصدق کرده، هر فکری داشته، هر روحیه‌ای که همکاران نزدیک او داشتن، از نو بایستی که برگرده به اون وضعیتی که سابقا داشتیم که احتیاج به شرحش نیست. نهایت یک موضوع است که من برای شما باید روشن کنم. من با 1-2 نفر تنها کسی بودیم که آقای زاهدی آماده بود که همکاری با ما بکنه
من اسم اونها رو نمیارم، شاید خیال میکنن که باید از خودشون دفاع کنن. ابداً چنین چیزی نیست. دلیل خودم را میگم. دلیل من این بود که همیشه آدمی بودم مثبت و شهامت داشتم که بگم این کار بده، اگر مصدقم کرده بده. این البته زبان زده همه شده بود در اون وقت و ملکه قوم خویش من بود. ملکه وقت ثریا اسفندیاری قوم خویش نزدیک من بود و یک عموزاده داشتم که بدبخت بد چیز شد. تیمور بختیار خیلی سوگلی و نزدیک بود. خلاصه افراد زیادی آمدن و به شهادت زودتر باید ازشون خواستید و پرسید چه کارها که نکردن که من برگردم بعد از 28 مرداد و برم به فرودگاه. وقتی که روز یک شنبه شاه می آمد، چهارشنبه بود مثل این که روز 28 مرداد چهارشنبه بود، روز یک شنبه که ایشون برمیگردن من به عنوان وزیر معرفی بشم. من قبول نکردم و این دعوت تکرار شد چندین مرتبه و بعد از یکی 2-3 سال که از زندانم آمدم بیرون تکرار شد. من عباد داشتم و دارم و خواهم داشت که با یه حکومتی که میدانم در چه شرایط و برای چی روی کار آمده همکاری بکنم. از این جهت خود بنده باید بگم درهای ترقی، اگه ترقی باشه همکاری با هم چیزا به روی خودم بستم و خواستم با این عملم با وجود که از نظر مادی هم در مضیقه بودم، 4 بچه و زن و زندگی خیلی خیلی متلاشی شده داشتم و پی پولم هیچ وقت نبودم، ترجیح دادم این راهی که میرم بروم و نگم به یه چیزی که مایل نیستم نکنم و بگم نه این کار رو نمی کنم، هر قیمتی هم باید بپردازم. ولی منفی هم ننشستم، شروع کردم به فعالیت و برای فعالیت ها بود که مرا می گرفتن. انصاف باید داد، نه اینکه برای بنده مصدقی بودم نشسته بودم خانم خیلی ها بودن کارشون نداشتن، ولی بعضی ها رو می گرفتن و بعد مخصوصا بعد از یه مدتی ول می کردن دیگه امیدوار بودن که بر نگردن دوباره زندان. نه، ما این کار رو ادامه دادیم تا اونجایی که اطلاع دارید. بعد از کودتای 28 مرداد و وقتی که شما وزارت کار رو ترک کردید چه می‌کردید آقای دکتر بختیار؟ من از وقتی که آمدم به منزلم نشستم بعد از 3-4 روز که خود مخفی بودم و بعد گفتن نه شما برید منزلتون بشینید کسی کارتون نداره، یه تمونده زندگی داشتم که از اون ارتزاق می‌کردم و حقوق رتبم را به من میدادند. اون وقت گمون کنم که در حدود 500 تومان به من میدادن در ماه، درست 500 تومان و زندگیم رو با 1500-400-500 تومان میگذراندم. یک عده بسیار معدودی 3-4 تا از قوم خویشان به من کمک میکردند و منم فعالیت سیاسی میکردم. فعالیت من هم فعالیت نهضت مقاومت بود. هر روز اعلامیه چاپ بکن، راه مصدق چاپ بکن، دارم برو خودت توی مطبعه این کارها رو بکن. کار من این بود، یعنی مبارزه بود. چگونه شد که به فکر تشکیل رهبران نهضت ملی به فکر تشکیل جبهه ملی دوم افتادن؟ به جناب عالی عرض بکنم که اسپینوزا فیلسوف مشهور میگه همیشه یه عده معدودی هستند که دنیا را پیش میبرند. اینا آقایونی که بعد شما خیلی صحبتشون شنیدید هیچ کدام جلو نمی آمدند، هیچ کدامش. و برای اینکه اطمینان بهتون بدم از این موضوع چگونه شد، مسلم است که آمدن کندی در امریکا به عنوان رئیس جمهوری در کار ایران تأثیر داشت. هیچ تردیدی من راجع به موضوع ندارم. نه اینکه با یکی از ما بند و بستی داشت ابدا، ولی به خودی خود با اون روح آزاد منشی و با اون وضعیتی که در امریکا در سال 1960 بود، آمدن کندی را ما جشن گرفتیم. خود من میگساری ها کردم برای آمدن او و اینا مخصوصا حالا میگم که آقای خمینی هم اگه لازمه بدونه که آدم باید شجاع باشه، برای که فکر میکردیم از اون روحیه قزاق‌بازی ایزنهاور و دالس و از اینا راحت شدیم دیگه. چه باید کرد؟ و انصافا هم تا حدی به دولت هم آقای امینی رو در اون مدت تحمیل کردند
به عنوان و هم باز به نظر بنده وضع ایران را هم توصیه کردن به شاه که یه مقداری از این فشارهای مستمری که میاره اقلن به عناصر ملی کوتاه بیاد. این مسئله ولی ما منتظر این در کادر حزب ایران نشدیم. ما جلساتی تشکیل میدادیم بر منزلهای خودمون گاه و بیگاه و صحبت میکردیم. در یکی از این جلساتی که تشکیل شد گفتیم ما یک کمیته رجال تشکیل بدیم، اصلا اسم حزب هم روش نگذاریم، بجد که با اون دولت و با اون اوضاع نمیشد. در این کمیته کیا شرکت میکردن؟ در این شرکت آقای دکتر صدیقی بود، آقای کاظمی مرحوم کاظمی بود، آقای گاه و بیگاه زنگ نمی آمد، آقای مهندس حق شناس بود، خود شاکر بودم و اگر اشتباه نکنم امیرعلایی هم بود. اینها ما جمع می شدیم 7 نفر بودیم. در یکی از این جلسات که در منزل مهندس حق شناس هم بود فکر کردیم که آقا از یه عده بیشتری از این آقایون دعوت بکنیم و 15 نفر را انتخاب کردیم با خودمون که 15 نفر بشیم و اینا را جمع بکنیم دور هم و این کار را کردیم و در اونجا بود که به پیشنهاد آقای دکتر صدیقی گمان میکنم خنجی هم جزو لیست شد. دکتر محمد علی خنجی. بله گمان میکنم به پیشنهاد او بود، چون من شخصا نمیشناختم، اسم شنیده بودم ولی نمیشناختمش. اون حجازی 2 دفعه آمده بود منزلم، آمده بود مسعود حجازی آمده بود و یک آربیتراژی هم میخواست از من که از طرف حزب ایران که من وقت متصدی به اصطلاح دبیرخانه و همه چی کارش بودم یه نفر بفرستن ببینن خلیل ملکی و اونها اختلافی داشتن راجع به اونها دربار فرو میگیرن، اینا گفتن نمیگیرن، اینا میگفتن چی و خلاصه از ما یه آربیتراژی خواستن و این آربیتراژ را من گفتم شخصا که نمیتوانم بکنم ولی دادیم به 2-3 تا از اعضای قدیمی نسبتا حزب ایران که یکیشم مرد گمان میکنم و گمان میکنم یکیشون گیتی بین بود، گمان میکنم یکیشون گیتی بین بود و اینها رفتند و یک رسیدگی اونجا کردند ولی خب هیچ چیزی حقیقتش اینه که معلوم نبود. از این جهت انسان نباید بی خود متهم بکنه مردم، معلوم نبود. یک ممکنه یه تاجر تبریزی بیاد به آقای خلیل ملکی 3000 تومان بده به کمک به حزب میکنه، همه جای دنیا متداوله. ما نمیتونیم این را بگیم این آدم را دربار فرستاده فرد. این بازار افترا و اتهام مستمر باید بسته بشه و از این جهت ما سعی کردیم که آقایون را اگر نمیتونیم به هم دیگه جور کنیم بدترشون نکنیم نسبت به هم دیگه. خلاصه در یک از این جلسات بود که ما توانستیم یه لیستی در 15 نفر درست بکنیم که علاوه بر همین چند نفری که خدمتتون عرض کردم آقای کشاورز صدر را هم گذاشتیم روی لیست، آقای فروهر را گذاشتیم، آقای خلاصه اینا به 15 نفر رسیدن. 3-4 تا از اینا را اصلا من در عمر ندیده بودم و نشناخته بودم و همون سیاست چیده. آقای سنجابی هم نبودند و اصلا در اون جلسات نه جلسات رجال می آمدن نه اون جلسات و بعد از اینکه از اختفا آمده بود خیلی 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 دست به عصا راه می رفت و بعد از یه مدتی هم که البته بعد از حبس آخریمون بود رفت به امریکا، 5 سال در امریکا موند و بنده اصلا یه خبری از او در جبهه ملی نشنید. ولی در این جریانات جبهه ملی از اونجا به اصطلاح برگزار شد که این کمیته رجال یک عده بودیم دور هم جمع شدیم و درد دل می‌کردیم حقیقتش و این کارو بکنیم خوبه، خبر شما راجع به فلان کار چیه، امریکا چه میکنه، انگلستان وضعش با امریکا چگونه، تضادهای بین المللی را چگونه میشه ازشون استفاده کرد و این مسائل. در اونجا بود که نطفه اگر بتوانم بگم نطفه جبهه ملی بسته شد. جبهه ملی حالا دوم جناب عالی می‌فرمایید
در اون حیث و بیس بنده مثل همیشه در منزل خودم دعوت کردم، چون خونم هم یک سالن بزرگی داشت و اعضای حزب ایران را تمام از روی لیست جمع کردم اونجا که در تهران فعال بودند و میدانستم آدرساشون را، در حدود 90 نفر. و در این حدود ما توانستیم یک کمیته مرکزی موقت هم به صورت پلنوم اونجا تشکیل داده بودیم تعیین بکنیم که خود بنده بودم و آقای دانشپور بود و آقای حسیبی بود یا نه، خلاصه چند نفری بودیم. در این جریانات باید به جناب عالی عرض کنم که آقای امینی مجلس رو منحل کرده بود. حالا مجلس منحل آدم بکنه یا نکنه، اینا مجلس ها که مجلس نماینده ملت نیستند، هیچ کدامشون نبودند، ولی ما خوشحال بودیم از این انحلال به دلیلی که گفتیم بر طبق قانون مجبوره وقتی منحل میکنه که انتخابات بکنه بعد از این مدتی، و در جو اون وقت مسلما ما میبردیم. و دلیل این که نه خودش و نه شاه خواستند این کار بشه همین بود که جبهه ملی میبرد و لازم هم بود که اکثریت عددی ببره. وقتی شما یک نیروی در خارج داشته باشید که پشتیبانیتون بکنه، مثل این دمونستراسیونی که در ورسای طرفداران مدرسه آزاد دادن، خود دولت هر دولتی باشه مجبور حساب بکنه با یه همچین مجلس ملی هم به همین ترتیب شروع شد. نهضت ملی هم به جان همونطوری که میفرمایید، حالا مصدقی نبود، مصدق در زندان احمدآبادش بود، در خانه خودش زندانی بود، ما ارتباط شخصا نمیتوانستیم بریم و بیان، ولی 2-3 نفر بودن که میتوانستن برن بیان. یکی اون نصرت الله امینی بود برای کارهای وکالت و دادگستری اینهاش بود، یکی تا حدی کشاورزم برای همون وکالت دادگستری، پسرش هم میرفت و میآمد و پیام میبرد، عکس میآورد، نامه میآورد، از این کارها میکرد، نوار پر میکرد، 1-2 تا نوار پر کرد اینا، تا بالاخره اینجا ما رسیدیم به جریان اونجا که سیاست امینی. من میتوانم به شما بگم به نظر من پشت پرده نمیدانم ما بین خودش و امریکایی‌ها چه گذشت، چون اون چه مسلم پشتیبانی کندی قطعی بود از او و کندی هنوز زنده بود. چگونه شد که این آدم استعفا داد و رفت؟ خیلی به نظر من باید. ولی قبل از استعفا دادن تا توانست بعد از دمونستراسیون جلالیه نهضت ایران رو کوبید. اولا تمام ما رفتیم زندان در 30 تیر. 600 دانشجو، شاید خود شما اون وقت نمیدارم سنتون چطور بود اعداد، 600 دانشجو و تمام ما بدون استثناء در حدود به تدریج زندان بودیم تا اینکه بنده و سنجابی و همین مسعود حجازی و خنجی و 3-4 تا دانشجو مدت‌ها و مدت‌ها بودیم تا شهریور. یعنی همه رفته بودن بعد از 48 ساعت بیرون، ما مونده بودیم. ما شهریور آمدیم بیرون دوباره دادرسی ارتش و فلان. البته ما بین اینا بنده محکوم شده بودم به 3 سال حبس، اونم تمام کرده بودم اون وقت. در اون مرحله بود که ما به فکر کنگره جبهه ملی افتادیم. ولی هنوز امینی در رأس دولت. امینی یک سیاستی داشت که میدانست شاه باطناً باش خوب خوشش نمیاد، این میدانست و میدانست که بعد از این که آقای زاهدی رفته بود، نه علا را، نه اقبال را، نه علم را که نخست وزیر شدن، نه شریف امامی را امریکایی‌ها بهش تحمیل نکرده بودند. یه آزادی عملی نسبتاً داشته در انتخاب این موجوداتی که واقعا نظام شرم‌آوره، اصلا رئیس دفترم نیستن که نخست وزیر باشن. در این جریان امینی خواست یک رول خیلی حقه بازی بکنه. برای ارضای خاطر شاه ما را میکوبید و از یک طرف دیگه برای این که بختیار را گردن کلوف میدانست که دیگه از سازمان امنیت هم نبود، در سازمان امنیت هم نبود، او را میکوبید و
آخوندبازی رو هم همیشه داشت. مسئله آخوندبازی همیشه جزو شریف العلماء داشت. مشاور روحانی در تاریخ ایران یک مرتبه یه نخست وزیری یه مشاور روحانی پیدا کرده که بعد معلوم شد این مشاور روحانی از قماش همین آقای روحانی رهبر شیعیان جهانی که ما در پاریس داریم ایشون را که مأمور سابقه ساواک و حالا اینجا شد. و در هر حال آقای امینی موفق نشد، ما را کوبید، بختیار را تبعید کرد شاه. به امینی گفت ببین برای خاطر تو این کارو میکنم. بعد خود امینی رفت زد. امینی میتوانست با اتکاء به جبهه ملی بدون اینکه ما هیچ وقت امینی را جبهه ملی بدونیم، این محال بود. با اون جریان کنسورسیوم اینا مگه میشد به مردم نمیشه همه چیز رو اونم میدونید زمانه همه مسائل حل میکنه. 30 سال که آدم بگذره فراموش میکنه. ولی در اون موقع در سال 32 33 ایشون این قرارداد چیز کرده که همه ما زندانی بودیم. همه ما در سال وقتی قرارداد کنسورسیوم رو تمام تقریبا زندانی بودیم و ایشون این قرارداد واسه ما نمیتونیم میگه ما دولت تو رو تایید میکنیم. میگفتیم بسیار خوب. ما 3 مرتبه رفتن پیش ایشون. 1 مرتبه خود بنده بودم، 2 مرتبه رفتیم هر 2 مرتبه بنده خودم بودم، آقای دکتر آذر بود اتفاقا، آقای مهندس خلیلی بود و آقای کلیک از آقای صالح و صدیقی نبودن. میدونم ما صحبت کردیم گفتیم آقا قانون اجرا بکن. بسیار خوب کاری کردیم. این مجلس خب معلوم بود که قماش مردمی توشه. حالا ما به تو قول میدیم در آرامش، در صلح، در صفا انتخابات را ما نمیخوایم ببریم. ما نمیخوایم بگیم که 135 تا وکیل ما 132 تاشو میخوایم. نه، ما در حدود شهرهای بزرگ فقط فعالیت میکنیم. البته این کافی بود که تهران رو ما ببریم دیگه. باقی دیگه همونطور که دیدید در زمان مصدق. خب اون نه میتوانست نه میخواست و نه شاه قبول میکرد. این بود که خود امینی هم از جرگه خارج شد. آقای امینی میگفتن که مسئله مهم و حاد در اون زمان مسئله اقتصادی مملکت بود. میبایستی که به اون رسیدگی میکردن و در عین حال او معتقد بود که شاه اجازه نمیداد که در اون زمان انتخابات آزاد در ایران انجام بگیره و اگر اجازه انتخابات میدادن اختشاش و چاوکشی و زد و خورد و این حرفا میشد و در نتیجه وسیله‌ای پیدا میشد برای اینکه جلوی اصلاحات اقتصادی گرفته بشه و حکومت امینی ساقط بشه. من نمیدانم که آقای امینی اصلاحات اقتصادی رو در اون مدت کوتاه چه کردن. من خبری ندارم، حقیقتا چیزی نمیبینم که به شما عرض بکنم. فقط میتوانم بگم اصلاح چیز اقتصادی ما بدتر از زمان مصدق که نبود. اون وقت قایدی نفتی بود، اقلا یه پولی آمده بود به خزانه، دیگری زحمت کشیده بود، پول جمع کرده بود، دیگری خرج میکرد. این استدلال به نظر من بعیده. اما از این که ایشون گفته که ما به این صورت ورشکسته ما اقتصاد، صحیح بود. میبینید که من همیشه حرف حق را هر کس بزنه قبول میکنم. امینی میدانست که البته شاه او را نیاورده، من اخیرانم همونطور که عرض کردم، ولی اگر که قبول کرده بود نخست وزیر باشه، نخست وزیر میبایست بود. و الله شاه هیچ وقت، هر وقت که توانسته نخست وزیرای آورده که به تمام معنا نوکرش بوده باشن، مگر یه روزی که دیگه جبر او رو مجبور کرده باشه. اون وقت اون آدم باید خودشو معرفی کنه. امینی 1 سال و اندی داشت برای خودشو معرفی کنه. فکر کنید در 1 ماه و خورده ای چیز، نه که من به دل بگیرم، خیلی زندان‌ها دیگه رفتم، در 1 ماه در 1 سال و 3 ماه حکومت ایشون، بنده شخصا در حدود 1 سال و 1 ماه زندان بودم. یعنی 3 ماه من بیرون از زندان بودم در همین مدتی که انتظار آزادی بیشتر بود. این است که البته که شاه نمیخواست، البته که ممکن بود در یه جاهایی به تحریک همون ساواک و ارتش و اینها چاقو کشی نام بشه، ولی
امینی میتوانست به کمک جبهه ملی، ما هم آدم داشتیم و میتوانستیم یه انتخاباتی بکنیم و 20 تا آدم حسابی به رأی کاملا آزاد، کاملا دموکراتیک وارد مجلس بکنیم. آقای دکتر بختیار، می‌دونیم که در اون زمان، در زمان فعالیت‌های جبهه ملی دوم، دانشجویان یک بخش عظیمی، دانشجویان دانشگاه یک بخش عظیمی از فعالیت‌های جبهه ملی رو تشکیل می‌دادن و گله و شکایتی که اونها دارن اینه که رهبران جبهه ملی با اونها به طرز دموکراتیک رفتار نکردن در رابطه با انتخاب نمایندگانشون و به جای اینکه بهشون اجازه بدن که نمایندگان خودشون رو دانشجویان انتخاب بکنن، برای اونها نماینده انتخاب کردن در شورای مرکزی جبهه ملی. پاسخ جناب عالی به این عرض کنم که دو موضوع، یکی انتخاب در شورای جبهه ملی که بعد عرض میکنم، یکی رفتاری که دموکراتیک بوده یا نبوده. من معتقد هستم به یک اِوولوشنی به سوی دموکراسی ما نمیتوانستیم و من نمیخوام دفاع از خودم بکنم جد که من تنها نبودم در اون جریان. باید بهتون عرض بکنم تا این اواخر بنده هم عضو شورا بودم و هم عضو هیئت اجرایی بودم همیشه و اغلب هم تشکیلات با من بود و دانشگاه هم مخصوصا. این ایراد دانشجویان صحیح نیست. یکی این که بنده بایستی که رای دهندگان عضو جبهه ملی باشن، چون ما برای جبهه ملی نماینده میخواستیم. کسی که میگه من با جبهه ملی مخالفم سرش نمیشه برید یا او رو طرد کرده از دانشگاه، چنین چیزی اصلا نباید باشه. ولی میتوانیم بگیم آقا تو چون مسلمان نیستی مکه نمیتوانی بیایی. مثال مذهبی میزنم، یه دفعه بذارید من مذهبی بشم. این مسئله کاملا روشن بود که یه عده توده‌ای، ببینید چطور تناقضات میاد، در این کار دست داشتن. اینها میخواستن که خودشون وارد بشن و از داخل منفجر کنند. ما خود بنده که مسئول بودم فقط میگفتم که شما تقاضای عضویت جبهه ملی را بکنید، 2 ماه ما آنکت را رسیدگی بش میکنیم و بعد تمام سعی سازمان امنیت و دستورات شاه در این برهه زمان این بود که ثابت بکنه که توی دانشجویان و سران جبهه ملی اشخاص با سابقه توده‌ای هستن، یعنی توده‌ای هم که اینو ببرن جلو امریکایا بگذارن، بگن ها ببینید هر روزم که نمیشه 28 مرداد درست کرد، شما دست خودتون کار خراب دارید میکنید. و منم با علم و اطلاع به این موضوع سعی کردم که یه نفرشون قبول نکنم. خدا بیامرزه، یه جزنی بود که در چیزها بود، ویژن جزنی. این آمد یه روز پیش من گفت آقا ما چرا قبولمون در جبهه ملی نمی کنید؟ گفتم تقاضا دادید؟ گفت بله. گفتم کی؟ گفت 15 روز. گفتم خب شد 2 ماه بعد ما بهتون میتوانیم بعد از چیز بگیم، ولی الان میخواد حوزه برید میتوانید برید، ولی ما کارت دائم به شما نمیدیم، عضویت بهتون نمیدیم تا زمانی که یه آموزشی ببینید و ما ببینیم صلاحا میریم یا نه. یه دی از اینها بودن در اونجا. از این جهت افرادی که اینا میگفتن دانشگاه هر کی اینجا هست باید رای بدیم، و در بعضی دانشگاه‌ها توده یا میبردند، در بعضی البته خیلی کم، ولی با تشکیلاتی بودن اونها ما نمیتوانستیم مقاومت بکنیم. ما گفتیم آقا برای جبهه ملی کاندیداهای جبهه ملی با جبهه ملی باشن. ایرانی در ایران رای میده دیگه، من که اینجا پاریس نمیتونم رای بدم. اگر اشکالی بوده اینه، ولی اون افرادی که انتخاب شدن واقعا در اونجا اصلا برای ما نبود که حسن میشه یا حسین، فقط مؤمن به جبهه ملی باشه کافی بود. این یک مسئله دیگه گفتید در انتخاب برای اون افراد، این افرادی که انتخاب شدن و 4 نفر هم که من میکنن در کنگره جبهه ملی از تهران، 4 نفر، شهرستان هم یه عده بودن یادم نیست چقدر بودن، اون افراد هم ما بین خودشون انتخاب کردن، یعنی انتخابات درجه 2 بود. فرض کنید در تهران ما در حدود 15 نفر یا 16 تا دانشکده اون وقتها بود نماینده داشتیم، اینها نماینده انتخاب کردن و نمایندگانشون هم آقای بنی صدر بود، آقای عرفزاده بود،
آقای نراقو که مرد و یه نفر دیگه 4 تا که تهرانی بودن، اینا من یادمه که 2 تا از اینها آمدن در شورای جبهه ملی بعد که نراقی یکیش بود، عرفزاده یکیش بود، یادمه. و البته در جریان اونجا هم، در جریان اونها هم سفاره‌های شدیدی شد. از یک طرف خنجشی ها بر علیه بنده و با همکاری و مساعدت مستمر آقای سنجابی، مسعود حجازی از اشخاصی که همیشه مورد لطف آقای سنجابی بوده، چون از سنجابی میتونه سواری های بگیره و گرفته و همین الان هم حاضر بگیره که بنده این سواری ها رو نمیدم. از این جهت آقای سنجابی در این مرحله به نظر من مورد حمله شدید بازرگان و مخصوصا مورد حمله وقیحانه باید بگم در خود آقای بنی صدر واقع شد که یکی از اون بچه‌هایی بود که از دانشگاه آمده بود اونجا. حالا چطور اینها با هم همکاری میکنن و پسر این پیش اونا من دیگه نمیدونم. آدم وقتی سوپ شد و انعطاف پذیر به همه راهی ممکنه بالا و پایین بره، ولی میتوانم بهتون بگم که نه، این آقایونی که اونجا انتخاب شدن واقعا عضو جبهه ملی و اصیل بودن. یکی دیگه از انتقاداتی که معمولاً به شما وارد میکنم و من بیشتر با رهبران جبهه ملی که صحبت کردم اونها روی این مسئله تکیه میکردن، مسئله سخنرانی شما در میدان جلالی است که میگفتن که در اون سخنرانی شما قرار نبود که مسئله سنتو، مسئله عرض کنم خدمتون کنسرسیوم و اینها رو مطرح بفرمایید، چون اون مسائلی که شما اونجا مطرح کردید اون سخنرانی تصویب نشده بود در شورای جبهه ملی و این باعث ترساندن امریکایی ها به نفع شاه شد. من خیلی خوشحالم که این سوالا میفرمایید، که این نطق هستش. بله. برید خودتون بخوانید یا هر آرشیوی میخواد بخوانید. اگر یک کلمه من راجع به کنسورسیوم گفتم، چون حساسیت اونا نسبت به این بودی بیشتر از همه چی، هر چی میخواد بگید، مگر نطق سنجابی و صدیقی یا مال من در یک جایی بنا بود. ما نشستیم دور هم گفتیم من انتقاد کلی دولت را میکنم، سنجابی راجع به آزادی صحبت بکنه و صدیقی راجع به قانون، یا به عکس. نه یک سطر من از اونها دیدم، نه یک سطر اونها از من دیدند. ولی یه چیزی شما میخوام بگم، بدبختی من این بود که سوکسه عظیمی پیدا کرد در اون میدان جلالی. حرفایی که من زدم همون حرفایی بود وقتی نخست وزیر شدم زدم. البته خیلی دقیق تر، خیلی من ملاحظه ها کردم که به همین که جناب عالی میگید، ولی این نطق هست. آخه چرا وقتی که یه مدرکی وجود داره و 140,000 نفر آدم او رو شنیدن، چیز اتهامی است دیگه. اینا ببینید، بنده گفتم که حکومت ما ضد ملی است، حکومت ما متکی به افراد مملکت ما نیست، حکومت ما فاسده، فاسدترین دستگاه شرکت نفته، وزارت خارجه است. تمام اینا رو بنده گفتم. حالا اونو کنم راجع به پیمان سنتو هم اونجا صحبت فرمودید. من لغتی که گفتم عیناً یادم راجع به موضوع گفتم با ما نیست که در کشمکش ها و زد و خوردهای بین المللی مملکت اون رو آلوده کنیم. این اگر یه ایرانی نگه خیلی بی غیرته، خیلی بی غیرته. اینو یادمه که گفتم و بسیار بسیار حاضرم اگر برگردم به 22 سال پیش همین رو بگم. آقای دکتر، جریان واقعی اول بهمن دانشگاه تهران چه بود؟ خیلی خوب بودیم. عرض کنم که در روز اول بهمن من اصفهان بودم. بله. اصلا در تهران و دانشگاه تهران و اینها نبودم. از این جهت واقعا وقتی که آمدم فردای اون روز به من گفتم، اگر اونجا بودم که با کمال گردن کلفتی میگفتم چون که راجع به اعتصاب دانشجویان گفتن سالها بختیار اینا رو گفت بیاد بیرون، توی کنگره جبهه ملی بلند شدم گفتم من منتظر یه جوان مرد بودم، در این 7 سال کسی حاضر نشد. حالا میخوام
به شما بگم آقایون که کی گفت در اون جلسه ما آقای سنجابی شما موافق بودید باشید؟ تنها من بودم که گفتم اعتصابات ادامه پیدا کنه. و اون وقت 2 نفر 3 نفر از این بچه‌ها دانشیان دانشگاه که در شب بمونن، بله در سطح دانشگاه بمونن، من تنها بودم. ولی به من گفتن شما چون مسئول دانشجو در اقلیت 1 نفر بختیار رأی داد که بمونند امشب تا انعکاس بین المللی کافی بگیره، بعد البته به یه صورتی میشه حلش کرد. من وقتی فکر میکنم اگر وزیر شاه میبودم به فرض محال مدت 25 سال، زجری که در این 25 سال کشیدم کمتر بود که بیشتر نه. در هر حال در این مورد هم به شما انتقاد میکنم، میگن شما کسی بودید که در اعتصاب بشید. اجازه بدید یه عادت که الان با بنده سر خوشی نداره، اینجاست آقای حرف‌زاده اونجا دانشگاه جناب عالی میتوانید اشون بگید که در مقابل 150 نفر تو کنگره جبهه ملی گفتم آقایون اون روزی که بر منزل بنده بودید و چه تصمیمی گرفتید، آقای سنجابی، آقای فروهر، آقای حاجی قاسمیه، آقای چیز، شما چه گفتید و من چه گفتم؟ گفتن شما گفتید بمونید و او گفتم آخه این چیزا دیگه نمیمونه بچید، روشن میشه. شانس من بود که اینقدر زنده موندم تا مردم هم سنجابی رو بشناسن هم مرا بشناسن. شانس هر دوتا مونین بود، شانس من بیشتر. و در هر حال این مسئله که مطرح میکنید راجع به اون قسمت بهمن و اول بهمن، من از اونجا آمدم به من گفتن که دانشجویانی تظاهراتی دارن چیز کرده بودن که اغلب خب دقیقی هم زیاد تکرار میشد، خسته کننده داشت میشد. البته چتربازها ریختن و کتک زدن اینا رو. اول بهمن همین دیگه مقصودتونه، چتربازها زدن کتک زدن و چه کردن فلان. و دکتر فرهاد استعفا خواست بده و دکتر سیاسی دانشگاه چیز کرد و از این حرفا. میگوین که تیمور بختیار هم در این جریان دست داشته. شما از این موضوع اطلاع؟ اجازه بدید بنده خودم الان دفاع بکنم. مسئله من این است که اولا نبودم اونجا، بعد که آمدم و جریان را دیدم چند نفر از اینا رو هم گرفته بودن، دانشجویان را یه دیزیادی رو هم به سختی زده بودن، یه نفرم کور شده بود، یعنی با پشت سر یه چیز زده بودن اینجا که مدتها معالجه شد و تا اون حدود که من میدونم کور شد. در روزنامه های آقای امینی که نخست وزیر بود و در همون وقت نوشتن که بختیار رفت در دانشگاه رو شلوغ کرد آمد. من 30 دفعه پیغام دادم، کاغذ نوشتم که آقا من اصلا نبودم و نه میدانستم که همچین تظاهراتی هست. من رفته بودم برای چند روز اصفهان. وقتی که برگشتم و این را دیدم که یک و بعد چند روز بعد ما رو گرفتن، 6م نمیدونم 7م ما رو گرفتن همه. وقتی ما رو گرفتن کمیسیونی تشکیل شد که رسیدگی بکنه به این مسئله دانشگاه و یک سپهبد که سپهبد وفانامی بود، یادم یه آقای بود به نام آقای قاضی دادگستری بود، اعتماد معتمدی همچین، و یک نفر دیگر از که معاون دیوان عالی کشور بود. 2 تا قاضی خلاصه و یه نفر نظامی یک کمیسیون رسیدگی راجع به این موضوع تشکیل دادن. قرار شد که ماها رو یک ببرن در مقابل این کمیسیون، به اصطلاح بگیم که سوالاتی که میکنم بهشون جواب بدیم. 2-3 جلسه صدیقی رفت، 2-3 جلسه من رفتم، 2-3 جلسه سنجابی رفت، باقی دیگه مثلا به حساب نمی آمدن برای این کارها، کسی دیگه نرفت از اون نرفت. و گذشت تا این که در حدود 15 روز چند روز بعد این گزارش ماشین شد. خب بالاخره ما آدم داشتیم، دستگاه داشتیم، یه شمارش برای من آوردن. حالا که گذشته میتونم بگم به وسیله همین آقای نصرت الله امینی اونجا یه بندوبستی داشت، اون برای من یه چیزی جست. در اونجا نه اینکه من تبرئه شده بودم، نشد تنها آدمی که به هیچ عنوانی ولی از آقای مسعود
اسمش چیه، لعنتی، پدر لعنتی داشت که چیزش مسعود، همین خنجی، مسعود حجازی به قول دکتر مصدق، اون که با قافله حجاز آمده بود. بله، عرض کنم که آقای مسعود حجازی و دیگران را و شخص بی عرضگی آقای سنجابی را که مسئول اونجا بود در اون موقع قلم یادداشت کردن، نوشتن. در این گزارش 30 صفحه است. خب شاه هم این گزارش که دید خیلی بدش آمد، گفت شما که تبرئه کردید و پس چتبازا و فلان و از این حرفا و خوشش نیومد. امینی هم خواست قلقلک بده شاه را که بگه آقا یه کمیشنی تشکیل شده و یه سپهبدم اونجا بوده و 2 نفرم قاضی بودند و با اونجا نشستن و گزارش دادن که آقا اینا بیگناه بودن و بی احتیاطی و بی عرضگی سنجابی، مسعود حجازی و دار دسته. البته در اونجا من توی روزنامه ها خوندم، توی مجلات خوندم، آزادی واقعا چه چیز اگه باشه یه روزی، که نوشته بودن بختیار رفت در وسط دانشگاه گفت زنده باد نمیدونم کی. آخه من بخوام بگم زنده باد مصدق، من میگم نمیدونم کی، برای اینکه مثلا اسم مصدق رو حتی به این صورت هم توی روزنامه نیارن و تمام اینها در زمان آقای امینی شد و دانشگاه قبل از اینکه آقای بنی صدر رو ببنده ایشون بستن دانشگاه رو. و از اون روز به بعد من اطمینان پیدا کردم که خیلی دشمن خواهم داشت در زندگی و ایراد در مابین دوستان خودم هم دیدم و هیچ چیز جز حسادت نمیبینم در چی عدم لیاقت و چیزاشون آدم رو با اتهامات عجیب و غریبی. ولی خوشبختم از این که همه اینا روشن شده و من الان به جناب عالی میگم، رفرانس بهتون میگم، گزارش 3 نفری را بهتون عرض میکنم یا مسائلی که یا اون نامه 3 نفری را بهتون بگم. در اون نامه 3 نفری وقتی رسیدیم بعد خواهم گفت آخه ما چه خواستیم؟ ما خواستیم که قانون اساسی چیز بشه. خب 1 سال پیش آدم هنوز این عقیده رو داشته، یه عقیده مصدق، بعد یه دفعه ما بین فرودگاه اورلی و اینجا 4 تا آخونده 4 تا چیز سواری میگیرن از این پیرمرد ابله و دست امام به بوسه که مملکت اینطور بشه. قابل شما قبول میتونید بکنید؟ بدترین نقطه ضعف برای رهبر ضعفه، دزد باشه، ایز باشه، خائن باشه، بدتر از نیست که ضعیف باشه. چون ضعیف که شد همه اینا رو دنبال خودش میکشه. اینه درد من با این آقایون. بفرمایید. آقای دکتر وقتی شما در مذاکراتی که با رئیس مؤسسه فرانکلین صنعتی زاده و بعد هم با آقای علم با رهبران جبهه ملی شد شرکت داشتید؟ من با دست جمعی ندیدم. این آقای علم رو که من اصلا ندیدم، یعنی اصلا من علم رو آقای صالح که من میکنم دیده بود بله. ولی من ندیدم و صالح شاید آقای آذرم دیده باشه. بله با ایشون بله با ایشون بوده، شاید خلیلی هم بوده باشه، شاید نمیدونم، ولی من میدونم که بنده نبودم اونجا. منزلشون منزل آقای صالح بوده. منزل آقای علم هم رفته بود. بله ولی خب نه ایشون میدونست که به جای میرسه نه اوشون میدونست که به جای میرسه. مطابق بیچاره خب صالح یادم افتاده بود و همه چیز قبول میکرد. آقای صنعتی زاده آمد در زندان 1 2 3 مرتبه. من ایشون تا کوه دیده بودم چون کوه نورد هستم. در کوه چند دفعه من ایشون دیده بودم. بعد یکی از قوم شام یکی از دوستان میگه آقای صنعتی زاده رئیس فرانکلین یه بچه خیلی زرنگی، خیلی باهوش و خیلی جنبه‌ای هم که خود جاسوسی هم داره. البته بپرسید شما کجا میرید و کی کجاست و فلان. چندی دفعه دیدمش و سلام علیکی داشتیم اینا. بعد وقتی ما رفتیم زندان قزلقلعه، در زندان قزلقلعه ایشون آمد و 1 2 3 مرتبه دیدن ما آمد با آقای صدیقی و سنجابی و بنده که حتما با آقای صالح هم نمیدونم صحبت کرد و گفت که من میرم و صحبت میکنم و فلان اینا. و گفتم ما حرفمون خیلی ساده است، قانون اساسی هیچ چیز دیگه نمیخوام. اگه این هست همه چیز ما داده شده، هیچ خواهش شخصی هم نداریم، اگرم نیست اصلا صحبت نکن. تا این حدودش رو بنده بودم. سنجابی به من گفت 1 پیشنهاداتی آورده بود که من
دیدم خیلی خوبه و صدیقی نگذاشت اجرا بشه. نمیدونم به شما اینا گفت یا نگفت، ولی اون پیشنهادات رو من ندیدم و نشنیدم که صدیقی مخالفت کرده باشه با اونها. چون با من که آمده بود گفتم حرفم اینه، حرف ما رو به هر کی بخوای بزنی بزن. از این جهت هیچ جلسه‌ای نبود که ایشون نشسته باشه و ما دورش و ایشون یه پیشنهادات بیاره ما بنویسیم و بررسی کنیم یا قبول کنیم. هرچند که شما درباره این سوالی که من الان میخوام بکنم یه مقداری اشاره کردید، ولی من دلم میخواد که با این رو یک مقداری بسط بدید در رابطه با اون جامعه سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران و رد تقاضای اونها برای عضویت در جبهه ملی دوم. بله، عرض کنم به حضورتون که جبهه ملی تشکیل شده بود و آقای خلیل ملکی تقاضای عضویت کرده بود. من نمیدونم اون وقت هنوز نه نیروی سیوم دیگه بهشون نمیگفتن، جامعه سوسیالیست‌ها میگفتن. جامعه سوسیالیست‌های نهضت ملی. بله یه همچین. آقای خلیل ملکی من یه مقدارش حضورتون عرض کردم، خاصیتاشو گفتم، معایبشو گفتم که با هیچ گروهی نمیساخت به نظر من. یعنی یک تلخی‌هایی داشت این آدم که عمیقاً انسان بود، ولی برخوردی داشت با مردم که درست آنتی کاریسما اگه ممکنه یک کسی داشته باشه خلیل ملکی داشت. وقتی که تقاضاش آمد من تنها نبودم که مخالف بودم، از من مخالفتر داشت سنجابی بود. ولی سنجابی نه خود شهامت گفتنشو داشت و البته او هم دلایلش با دلایل من فرق داشت. دلایل من این بود که گفتم و حالا تکرار خواهم کرد و تو با چیزی بیشتر، ولی آقای سنجابی تا اون حدودی که من میدانم تحت نفوذ این آقای حجازی عضو نبود هنوز، در اون مرحله عضو نبود ولی خنجی بود عملا، و خنجی به او تلقین کرده بود که جلوی این کار رو بگیره. البته من رو حدس میزنم ولی با اخلاقی که در این سراغ داشتم و در اون سراغ داشتم این قطعی است برای من. وقتی مطرح کردن صحبت کردیم یه عده‌ای من جمله مرحوم کاظمی هم مخالف بود. البته مرحوم کاظمی روی جنبه مذهبی که داشت، البته نه مثل بازرگان نبود ولی خب سید بود و بالاخره یه حالت اینطوری داشت. خب او هم رئیس شورا بود، آقای کاظمی رئیس شورا بود. و بنده در اونجا به وقتی که صحبت شد گفتم من حقیقتش اینه که هیچ خصومت، هیچ عناد، هیچ برخوردی با آقای ملکی نداشتم، ولی با آمدن ایشون مخصوصا که انسجام جبهه ملی هنوز محکم نیست و این شورا و این انتخابات و اینها بهتره به صورت خیلی جمع و جورتری فعلا پیش بره تا اون انسجام و همبستگی کافی که پیدا شد در حال میشه باز کرد برای اشخاص چیز. و من ایرادی که برای این کار در رد پیشنهاد آقای خلیل ملکی میگیرم این است که ایشون از حزب توده جدا شده. میگویم جوان بوده مثلا و تحت نفوذ چی بوده. من یه آدمی که تا آخر عمرش عضو حزب توده میمونه و معتقده احترام براش قائلم، ولی واقعا یه مارکسیست باشه و معتقد باشه و قبول بکنه که اولویت شوروی را در دنیا اشخاصی هستن که میگفتن آقا این قایق شکسته انگلیس ایران را ببندیم به پشت کشتی نیرومند امپراتوری انگلیس. انتظار سیدزی‌ها خیلی ها بود در ایران. از اونجا که جدا شد این مرد میتوانست به نظر من سکوت بکنه و یه نویسنده بشه، چون استعداد داشت، دانشش هم داشت و جنبه یه اصطلاح برید توی یک جنبه از مبارزه پولیتیشن بیاد بیرون و بریم یه مرد به نویسنده توانایی بشه و مردم را راهنمایی بکنه و یه مقداری از این کارا میکرد به موازات اون. تا اونجایی که آقای چیز به من گفت، آقای رضا شایان به من گفت که کارمند خود من بوده وزارت کار با هم اینجا هم آمد، من دید در اینجا که آمد هم ملک دید هم من دید.
گفتم بعد از اینکه این کار را نکرد، رفت با یک آدمی مثل بقایی که ما بین همه مشکوک‌تر از همه بود، یک دکانی درست کردن از نو. من نمیگم تقصیر خلیل ملکی بود یا تقصیر بقایی بود، ولی میگه خلیل ملکی اینقدر باید شعور داشته باشه که نره با بقایی. بقایی اون روز شخصیت دوم بود. اجازه بدید. بله این صحیحه که آقای بقایی هنوز دستشو نخونده بودن اینطور، ولی بقایی که خودش اینجاست که بنده یک جایی در همین مذاکره امروز عرض کردم، آدم وقتی به این سطح رسید دیگه نمیتونه حزب بسازه. دیگه حزب ساختن کار 20 سال و نیم 30 سال پیش بنده است، یا هنوز شما که جوانید میتونید، ولی جناب عالی هم دیگه بعد نباید. آقای بقایی که وقتی وکیل دوم تهران میشه میره و یه حزب زحمت کشان میسازه و این حزب را جدا از تمام احزاب و مصدق و اینها یه دکان جدیدی است، خب این مرد میتوانست بیاد، من کار ندارم به دیگران جوانان حق داشتن برن 10 تا حزب بسازن، میتوانست یه آدمی که با مصدق اینطور بود، این خودش علامت بسیار بسیار مشکوکی بود که بره یه دکانی بسازه. این دکان اپوزیسیون ها که میسازند که میبینیم هم چطور الحمدلله یک شو بعد دیگری بسته میشه، دکان غیر از ایدئولوژی، غیر از پرنسیپ سیاسی. حالا من حاضر قبول میکنم اشتباه کرد، جدا شد، تمام این جدایی ها سر و صدا کرد. آقای سلیم این کوچک میکنه آدم را. من با تمام کثافتکاری های و سنجابی های نوعی نرفتم از جبهه ملی، اون رو که رفتم توی مجلس گفتم برنامه جبهه ملی را آوردم اجرا میکنم. خب اونهایی که اشتباه کردن حالا بیچاره توانش به اندازه کافی دادن دیگه. بعد از اون آمد دوباره با یه عده مثل خنجی و فلان اینا یه دکان دیگه باز کرد. این دیگه معنا نداشت. بعد از 15 روز به هم زدن. یا 15 روز نه، 15 روز نبود. یک سال. 28 مرداد. بله 28 مرداد به هم زدن. خب ملکی بعد از 28 ملکی به هم نزد. خنجی سر صدای. خیلی خوب. بالاخره آقای خنجی و چیز که می آمدن میگفتن آقا خلیل ملکی آذان درباره. این حرفی که گفتم بهتون رسیدگی هم شد مزخرف بود، ولی بالاخره آدم اصلا چرا بره خودش آلوده بکنه هر روز با یه اشخاص کوچکی و هر روز دوباره انشعاب در انشعاب. گفتم خب حالا ایشون یک سازمانی داره، من نگرانم از این که ایشون بیاد اینجا و فردا دوباره یه انشعاب اینجا بشه. دلیل من این بود، نوشتم از امضاشم کردم. تمام حرف من با ایشون این بود. و البته یه شوخی کردم که خودشم گله کرده بود، در یه روزنامه هم نوشتی را یه مجله‌ای، من به ایشون گفته بودم که یک انشعاب مونده که خلیل از ملکی انشعاب بکنه و اینا هر کدام از یه طرف برن دیگه هیچی نمیمونه. این برادرش حسین که یکی از بی‌غرض‌ترین آدم‌های دنیا که من دیدم، بی‌غرض‌تر از این کمتر من دیدم توی خودمونیا و از خود ما چیز. البته ذهن دکتر مصدق هم نسبت به خنجی و نسبت به خلیل ملکی اینا هیچ وقت همچین مساعد نبود. نباید به شما بگم اینا. راجع به خنجی اینا که بسیار باشون خیلی بد بود. البته یه مقداری هم این متین دفتری و چیز و اینا میرفتن و سعایت هم میکردن راجع به اینها، مبالغه میکردن شاید، ولی خلاصه اگر من ما بین خنجی و متین دفتری رو باید یه روزی با یکیشون همکاری خدای نخواسته داشته باشم، من باز خنجی را قبول میکنم، چون خنجی آدم با فکری بود، آدم با استعدادی بود. اقلن حرمت استعداد مردم رو آدم باید حفظ بکنه. این دلیلی که عرض کردم فقط این ترس انشعاب در جبهه ملی بود که بنده با آمدنشون مخالفت کردم. والله هم زجر دیده بود، هم دانش داشت، هم مبارزه میکرد، هم آدم تشکیلاتی بود و آدمی که خود در مکتب تشکیلات بزرگ شده بود. اینا رو همه رو قبول دارم. نظر شما درباره مخالفت دکتر مصدق با ساخت و بافت جبهه ملی چیزی؟ من دیگه نمیخوام وارد جزئیات اون نامه‌هایی که دکتر مصدق نوشت بشم، شما خودتون ولی بله حاضر عرض کنم که به نظر من دکتر مصدق هیچ وقت رهبر یه حزب نخواست بشه، نبود، نمیتونست بشه. وقتی که در احمدآباد بود و منزوی بود ارتباطاتش
با اشخاص زیاد مطمئن و خوبی نبود. من فقط عید نوروزی تبریکی بهش می‌نوشتم، ایشون هم اظهار محبت می‌کرد. آخرین نامه هم دارم بهتون بگم که در همین غارت خانم از دستم رفت که همه چیز بردن. مال روز 6 یا 7 اسفند بود که 7 روز بعد 8 روز بعدم فوت کرد. در تهران نوشتم کاغذ بسرم. ولی در افرادی که میرفتن پیش او می آمدن، مخصوصا جمله همین نوه خودش، خیلی خیلی دکتر مصدق را بر علیه جبهه ملی بعد از کنگره تحریک کردند. مصدقی که هیچ وقت آمادگی نداشته حزب ساز باشه یا نیرویی درست بکنه به صورت متشکل، به نظر من یه مقداری، با وجود که دل من از اون دستگاه خون بود، یه مقداری مبالغه کرد که تا من زنده‌ام خود من رهبر جبهه ملی هستم و هم جبهه ملی را ایرانی ها جبهه ملی باشه نباشه، مصدق رو یه جایی پیدا کرده که دیگه قابل بحث برای ما نیست. یعنی برای آدمی که شرف و انصاف داشته باشه دیگه نیست. حالا ممکنه عقایدش و خیلی چیزاش رو حتی توی کتاب یک رنگی یه اشاره خیلی کوچکی من کردم، یه ادعایی داشت که واقعا جون آدم به لب میرسید باشه. ولی خب این آدم مخالف بود و در اونجا یه نامه نوشت که از ما بهتران در اونجا هستن. از ما بهتران مقصود البته همیشن بدون که لغت گفته باشه مقصود خنجی و حجازی بودند و این خنجی و حجازی هم دائما سوار آقای سنجابی بودند، مستمرن ازش سواری میکشیدن. چقدر خوب سواری میدادیم پیرمرد، حالا نمیدونم چطوره، ولی تا من شناختمش واقعا میشد خیلی خوب سوارش بشی، خیلی خوب. چون نه به هیچ کس هم نمیگه، همه هم جذب میکنه دورش، یارگیری میکنه، این خوبم اینم بیاد، خب اونم بیاد، اشکالی نداره. حالا اینا دوتا اصلا به هم دیگه تجانس ندارن، اشکال بر اون نداره. یعنی کنترادیکسیون لوژیک به قول ما فرانسوی زبان ها نمیشناسه اصلا. میره اینجا این باز صحبت کنم برای اینکه برمیگرده به این مسئله که مصدق کرد. مصدق یه مقدارش حق داشت که آقا سنجابی تو کجا میخوای بری، اینا سوارتن و خودت میخوای نیروی درست بکنی برای ملت، که دیدیدم بعد از همین جریان بود که دیگه رفت از ایران. سنجابی بعد از این جریان رفت و جبهه ملی هم دیگه درش بسته شد و بندم در یه جلسه شنیدید بلند شدم به آقای صالح گفتم آقای صالح 18 سال تحمل بی‌عرضگی شما رو من کردم، ولی دیگه حالا اجازه بدید منم برم منزلم بنشینم تا هر وقت یه رهبری آمد، نه اینکه بخوام برم یه دکانی دیگری باز کنم، من اهل چیزها نیستم، ولی تو همون حزب ایران بمانم تا زمانی که یه رهبری بیاد اقدام دیگری بخوایم بکنیم. مرحوم دکتر مصدق پس مقصودم این است که راجع به جبهه ملی به علت همین موضوع و به علت یه مقداری که خیال کرده بود سر پیری که میخوان کنارش بگذارن و دیگه اون رهبری، چون رهبری واقعی نهضت مقاومت ملی یا یعنی از 32 به بعد اصلا هیچ وقت با دکتر مصدق نبود که راجع به اونا ایراد بگیره. این آقایون همیشه کم و بیش اونجا بودن، حالا در صف اول نبودن در صف دوم می بودن همیشه. این است که به نظر من دلیل خاصی نداره جز این که دکتر مصدق علاقه زیادی به تشکیلات نداشت و توانایی زیادی هم در این مورد نداشت و بعد هم به علت اینکه به اندازه کافی گوشش پر کرده بودن راجع به این عناصری که به نسبت بهشون مشغول بود. ولی من تا اونجایی که نامه های دکتر مصدق الان هست میدونید که منتشر شده، دکتر مصدق اصولا به ساخت تشکیلاتی جبهه ملی ایراد داشت و او معتقد بود که جبهه ملی میبایستی که محل احزاب و سازمانها و سندیکاها، یعنی در واقع نمایندگان اینها باشه، نه مجمع دوستانی که خودشون از هم دیگه دعوت کردن و اومدن. ببینید چگونه، یعنی بفرمایید بنده چگونه، بنده بفرمایید بنده میرم خودم، حالا فکر کنی شاپور بختیارم اسمم نیست، تو هیچ حزبی نبودم، هیچ وقت نبودم، بنده میرم 20 نفر 30 نفر 40 نفر چیز میکنم، یک برنامه‌ای مثل همه برنامه‌های دنیا زیبا به شما میدم، بنده نیرو دارم، خوام منحق به شما بشم. این ترتیبم که نمیشه. نیروها
آخه یه حزبی مثل حزب ایران 4 تا آدم تحصیل کرده و فاضل توش هست، ولی حزب فرض کنید فلان حزب که حالا هستش نیستش نه، که بیاد اونجا و بگه آقا بنده هم برنامه جبهه ملی و فکر مصدق را قبول دارم، بگم آقا تو نماینده چند تا بفرستی، یکی بفرستی، 2 تا بفرستی، ما چند تا. خلاصه این قابل حل نیست. مصدق میبایست یا دستاشو میزد بالا به نظر من و خودش یه تشکیلاتی میزد و مردم محو او بودند و میتوانست این کار او بکنه که دیگران استقامت اون وقت نداشتن، مخصوصا هم در زمان ملی کردن صنعت نفت. یا میبایست دیگه خودشا، بدونید به قول ناپلئون بوناپارت میگه آدم باید آخر عمر بتوانه با زیبایی از صحنه بره بیرون، که همین کاری که دوگل کرد به خود بوناپارت نکرد. آدم باید بتوانه وقتی که رولش رو بازی کرد در یک جریانی بگه آقا دیگه من تمام شد کارم. خلاصه مصدق که محبوب اکثریت ملت ایران همیشه بود و هست، به نظر من نمی بایست خودشا در این جریانات دیگه دستور به ما بده که بیاید این کارو بکنید و اون کارو بکنید. تازه این هم چیزی که فروهر نوشته بود، داد بود به متین دفتری، داده بودن به مصدق. آقای دکتر بختیاری، یک ایرادی که به جبهه ملی دوم گرفته میشه اینه که در رابطه با انقلاب سفید و اصلاحاتی که حالا واقعی یا غیر واقعی رژیم شاه ارائه داده بود، جبهه ملی فقط بهش ایراد در واقع حقوقی داشت، که یعنی اینکه شاه قوه مقننه رو پشت سر گذاشته و خودش شروع کرده به قانون گذاری کردن، ولی هیچ وقت از نظر محتوا این اصلاحات رو بررسی نکرد و یک برنامه‌ای در مقابل برنامه اینها نداد. چرا؟ اصلاحات ارضی قربان تا اونجایی که من میتوانم بگویم در حزب ایران صورت جلسش هست و اکثریت ما رأی دادیم که اصلاحات ارضی بشه، حتی اگر ناقص و اگر به دست افراد غیر صالح باشه. ولی فراموش نکنید که شاه و افراد اطرافیان او میخواستن فقط و فقط شو و دماگوژی و وضعیت ایجاب بکنن که ما انقلاب کردیم. اولا من وقتی لغت انقلاب رو میفهمم حالت استفراغ رو دست میده. اینو به جناب عالی بگم، شاید هم خوندید حتما نوشتید، چون انقلاب فقط وسیله ضد انقلاب و سرکوبی مردمه. انقلابی که شاه بکنه اون که دیگه واقعا دیگه زیباست. این مسخرگی است. آقا اولین انقلابی که شاه بره، خب بفرمایید. اینم خمینی آمد همینه گفت. اینه که به نظر من جبهه ملی توانایی رسیدگی اونم به اون سرعتی که میخواست نداشت که اینا رو بررسی بکنیم. ولی در حزب ایران ما موافق بودیم و بنده هم امضام هست پای صورت جلسه که با اصلاحات ارضی و تعدیل زمین و ثروت و اینا موافق هستم. یعنی جزء چیزمون بود، جزء اساسنامه‌مون بود، چیز اضافه ما نکرده بودیم به این چیز. شما برنامه ارائه کرده بودید در مقابل برنامه شاه؟ نه، ما برنامه اجازه کردیم. ما معتقد بودیم، مجموعه ما معتقد بودیم که این کار از وظایف یک دولتی است که متکی به ملت باشه یا یک گروه سیاسی است که بنشینه با آزادی کامل این کار را بکنه و بعد در مجلس به وسیله حکومتی که به دست داره یا ائتلاف کرده یا هماهنگی داره اجرا بکنه. چنان که دیدیم اصلاحات ارضی اگر هم بعضی چیزهاشو در نظر بگیریم که مثلا اون استرکتور ارباب و رعیتی را به اون صورت زد، ولی ارباب جاش یه نفر آمد به مراتب بدتر اون سازمان امنیت بود. واقعا وقتی شما حساب میکنید دو چیز را در این مسئله من میبینم، یکی شرافت انسانی و بالا بردن اجر و منزلت ایرانی و تربیت کردنش. به اینجا که ما نرسیدیم، اگر رسیده بودیم که با خمینی نمیرسیدیم. مسئله دوم بازده ملی بود، چون من اگر کلخوز را برای ایران لازم بدونم میکنم. یعنی حرف اولی من و آخریم یه چیزه، برای ایران مجموعش رو من حساب میکنم. فلان طبقه فلان طبقه فلان طبقه این کار من نیست. این عقاید شخص خود منه که اضافه میکنم به سوالاتی که فرمودید. در این صورت الان به زمان شاه ما از اون روزی که اصلاحات کردیم
هی محصول ما پایین آمد، هی پول نفت دادیم و هی گندم و نخود و لوبیای امریکایی خریدیم. من این رو نمیخواستم، حالا هم نمیخوام. ما از امریکا میتوانیم راکتور بخریم، ما میتوانیم طیاره جت بخریم، ما میتوانیم این چیزا رو بخریم در صورت لزوم و در حدود لزوممون باید و میخریم. ولی دیگه لپه و نخود و لوبیا دیگه نه. چه شد که اینطور شد؟ این اصلاحات دروغی بود. این اصلاحات ارضی مسلما مثل زبانه که اضاف در اون فیلسوف معروف میگه به نوکرش گفت بود برو بهترین چیز یه گوساله برای من بیار، زبونش آورد. بعد گفت بدترین چیز برای زبونش آورد. گفت که نمیشه. گفت چرا؟ اگه خوب باشه بهترین، اگه بدم باشه بدترین. همینه. اینه که مسئله اصلاحات ارضی بسیار مهم بود و با دماگوژی و با تظاهر و با دیکتاتوری و پترنالیسم و این بازی‌ها همون مسئله اصالته. اصالت این کار نداشت از اول. کار مصدق اصالت داشت. او میخواست که انگلیسی از ایران بره و بعد به صورت یه اروپایی برگرد، چون لازمش هم داشت. و دیدی تو کتابا من نوشتم مصدق مصر به این بود که کارمندان انگلیسی بمونن و مخصوصا مدیر عاملی در شرکت ملی نفت انگلیسی باشه، کارش بلد باشه بکنه. بعد به تدریج تربیت میکنن، درست میشه این کارا. همون کاری که نهرو کرد، همون کاری که آدمای سازنده میتوانن بکنن. ولی شاه فقط میخواست این اصول، این اصل پنجم، این اصل ششم، و دیدی آخری به اصل 17 و 18 رسیدیم که اصل 20 هم آقای خمینی در آمد از آب. آقای دکتر بختیار، چرا رهبران سنتی جبهه ملی خوشبختانه یا نمیدونم بدبختانه شما هم جزو اونا محسوب میشید، با شعار دانشجویان طرفدار جبهه ملی مبنی بر اصلاح ارضی آری ولی دیکتاتوری شاه نه در اون زمان مخالفت نکردن؟ تا اونجایی که من میدونم این متن هم مال خنجی است. من این باید به شما بگم این متن مال خنجی است. کدوم متن؟ همین اصلاحات بله دیکتاتوری نه. این چیزی که خنجی نوشت و خوند در شورا و من گمان میکنم که تصویبم شد. من تشکر میکنم از این وقتی که امروز به ما دادید و مصاحبه امروز رو در اینجا ختم میکنم تا فردا خدمت.